قدرت را در هر دوره‌ای اندیشمندان گوناگون بر حسب آموزه‌ها و آموخته‌های خود تعریف کردند. بعضی از صاحبان اندیشه و خرد قدرت رو به منابع عطف می‌کنند و توجه اونها به میزان منابع یا ابزارهایی است که سخت افزارانه می‌تواند قدرت رو به نمایش بگذارد. سمبل این معنا زور و نیرویی است که از منظر جسمانی مطرح می شود و افراد مذکر یا مردان را در واقع سمبل اون قرار می دهند و این زور و قدرت به منابع در واقع سخت باز می گردد. در زمانهای کهن اساساً قدرت معطوف به این مفهوم و برجستگی این مفهوم و به طبع شایستگی اون در دسترسی بر این قدرت بود. بعدها کم کم مسئله به طرف ایجاد فضای فهم در باب ارتباط میان افراد به معنای عامل‌های انسانی در چیرگی بر یکدیگر مطرح شد. هومر 9 قرن قبل از میلاد مسیح تقریبا میگوید چون دو مرد همراه یکدیگر باشند یکی پیش بین‌تر از این دیگری است و اینجا منظور از مرد به هر روی آدمی است، ویر و ویرتو که در زبان لاتین و یونانی مطرح است. و لذا این که یکی بتواند دیگری رو رهبری و هدایت بکند مد نظر است و اینجا قدرت به مفهوم دیگری باز می‌گردد و اون هم ارتباط میان افراد است، نه رابطه افراد با منابع سخت برای اعمال قدرت. هرچه می‌گذرد در همتنیدگی اینها بیشتر مطرح می‌شود. ایچکار در سال 1939 اگر اشتباه نکنم و ذهنم یاری بده از 3 منبع قدرت نام میبره که قدرت دیپلماسی و به عبارتی دیگر استفاده از قدرت اقناع در القاء مطالب در حوزه دیپلماتیک برای او مطرح می شود و بعدها در بان تولید در سال 1990 جوزف ناین یکی از اندیشمندان صاحب نظر در ارتباط با قدرت نرم و سخت رو به کار برد، هارد پاور و سافت پاور رو به کار برد و اونها رو جدا کرد. و لذا این سیالیت قدرت در درون خود مفهوم قدرت به عبارتی مطرح هست. قدرت هوشمند رو بعدها سوزان ناسل مطرح کرد و جوزف ناین اون رو در واقع میتوانم بگویم تئوریزه کرد. من خودم قدرت قوی، قدرت هوشیارانه و قدرت هنرمندانه رو به اون افزودم. این از منظر سیالیت درونی قدرت. اما از منظر سیالیت برونی قدرت باید به این نکته اشاره بکنم که قدرت همواره به خود افزایی می‌اندیشد. باید به این نکته توجه داشته باشیم که قدرت نمیتواند در درون خودش سیالیت خود رو نادیده بگیرد. در آیین قدرت بر این نکته تاکید کردم که قدرت اگر در یک جا بماند مثل آبی میماند که در برکه خواهد ماند و گند آن را میگیرد. لذا قدرت همواره تلاش داره به سمت و سوی بیاد که بتونه بر اساس اون تحرکات خود و سیالیتش رو داشته باشه. مکیاول که یکی از مهمترین فیلسوفان سیاسی در بحث قدرت است و مکتب واقع گرایی قدرت رو مطرح میکنه، اشاره به همین معنا دارد که قدرت رو در معرض 3 اپروچ قرار میدهد: کسب قدرت، حفظ قدرت و افزایش پرستیج یا افزایش قدرت. و لذا قدرت هر جایی باشه تلاش میکنه خودش رو بهتر کنه، گسترش رو بگستراند، بلنداش رو افزایش بکنه و ژرفای خودش رو مهمتر از همه شکل بسیار عمیق بهش بده. و از این جهت پهنای قدرت همواره مطرح بوده است. از این جهت قدرت امروز از غرب به شرق سیالیت پیدا کرده است.
ایالات متحده آمریکا که وارث قدرت‌های بزرگی است که قبلا گهواره قدرت بودند، مانند امپراتوری روم و ایران و اسپانیا و پرتغال و بریتانیا و که به عنوان بریتانیای کبیر مطرح بود، اکنون تلاش دارد با توجه به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و مرزهای شرق از دریچه خاورمیانه گشایشی را باز کنه و بتواند هژمون خود را در کل زمین بگسترد و اکنون در پارادایم های امنیتی و سیاسی ایالات متحده آمریکا همواره این افزایش قدرت در چارچوب مکاتب گوناگون سیاست خارجی آمریکا با دیدگاه‌های مختلف در قالب دکترین‌های متفاوت مطرح بوده و اکنون هم مطرح است. در جمع همه اینها به دنبال این هستند که پهنا و گستره قدرت رو بیفزایند و از طرف دیگر عمق قدرت امروز مطرح است که در واقع بتواند وضعیت قدرت رو از منظر آبشخورهای قدرت و آنچه که من آرخه قدرت نامیدم در مجموعه آیین قدرت بتونه بروز بکنه و بدین ترتیب گستره و دامنه قدرت رو پهنای بیشتری بخشه. لذا قدرت اکنون به طرف شرق سیالیت پیدا کرده و پرونده هایی رو گشوده، مانند پرونده اوکراین، مانند پرونده ایران و اسرائیل، مانند پرونده افغانستان و پرونده هایی بزرگتر از این پرونده در چارچوب تقابل با چین و همه اینها میتواند بهانه‌ای برای گسترش قدرت از غرب به شرق باشد. متشکرم از اینکه با کد همراه هستید و با دوستان جوان من در نسل Z همراهی میکنید. سپاسگزارم.